استاد در یک جواب گفتن که در اولهای اسلام یک قاری 6 ساله پیش درآمد و نماز جماعت را به مردم خواند. آیا این حکم در اول اسلام بوده یا که در حاضر هم هست؟ برای اینکه به کودک 6 ساله نماز حاضر فرض نشده است و میتواند که شخصی که نماز فرض را میخواند از پشت امام نماز نافله میخواندگی نیت کند. این چیز منسوخ نشده است، یعنی یگان دلیلی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کردن کودک را منع کرده باشند. بنابراین در مذهب غیر امام ابو حنیفه کودکای نابالغ هم به نماز فرض امامتی کرده میتوند، برای آنکه نماز فرض در قفای متنفل آمدگی هست. حضرت معاذ نماز خفتن را همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی می‌خواندند، اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده. بعد تمام شدن نماز به قبا رفته به مردم قبا امامتی میکردند. برای معاذ نافله بود و برای مردم فرض بود. یعنی مردم نماز فرض خفتن را آمده در قفای حضرت معاذ که براش نماز خفتنی که 4 رکعت تازه میخواند نافله است، چون که فرض خواند اقتدا میکرد. این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این احکام را دانسته ایستاده من نکردم. میدونستن که معاذ امام مسجد قبا بود، من نکردم. میدونستن که خفتن همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواند و رفته به آنجا به مردم امامتی میکرد، اینا دیده و دانسته من نکردم. این دلالت به صحیح بودن نماز آنها میکنه. و این کودک که نابالغ است، نماز حال براش فرض نیست، براش نافله هست، شما فرض را در قفای نافله گذار خوانید، اجازه هست. اما در مذهب ما گفتن که کودکای نابالغ نمیگذارد، فقط در نماز تراویح، در نماز قیام، در نماز غیر فرض گذاشتنش ممکن است.